تمام 100 سال عمر ما 2.5 دقیقه آخرت است. و خاطر 2.5 دقیقه عمر خود نشه که زندگی ابدی خدا، جنت ابدی خدا دست بده. در روی زمین چقدر مسلمان اهل اسلام خانم ها هستن، اگر پیغام ما برشان میرسه و چقدر که میتونی سخن مرا به دیگران برسند، تا اینکه همه مردم سخن مرا بشنوه. چقدر خانم ها هستن، چقدر برادرها هستن این پیغام در خانه هایشان برده، در هر خانواده باید در فامیلای خود نشان بدن و این را بشنوانه و این سخن مرا بشنوید. حتما ان شاء الله براتون یک تغییرات، یک تبدیلی پیدا میشه. بسیار خطرناک جای، یک دندانی جهنمی به اندازه کوه احد بزرگ می باشه، به اندازه کوه ها کلان می باشه. اینقدر جسمی کلان رفته انسان به جهنم. بس به یک سخن خیلی مهم اشاره میکنم از اوضاعی که امروز در معاشره اسلامی و در بین مسلمان ها بالخصوص در افغانستان این در معاشره ما آمده. چند چیز به طور کلی به یک حکم که از همیش داخل هستند. اول که ما نوت گرفتیم، اول میخوایم بر شما عرض بکنم و درباره از این باید هر مسلمان فکر بکنه، هر مرد، هر زن فکر بکنه که ظلم گناهی بخشیدنی نیست. ظلم هرگز بخشیده نمی شود. اولین چیزی که مربوط به سخنی که میخوایم بگویم میشود و این است که درباره مهر خانم ها بسیار توجهی دقیق شود. البته جای تعیین نداره، مهر جای تعیین نداره، کم یا زیاد مطابق وسع مقابل که کسی که بچه دار است، وسع از او را دیده، دینداری از او را دیده، رفتاری اخلاق از او را دیده و خوبی های از او را دیده باید فیصله کرده شود. یک. دوم، از همه کار مهمی است که درباره قبل از اینکه ما یک جوان میخواه خانم بگیره، یک خانم که از میخواه به شوهر بده، باید درباره این فکر بکنیم که وقتی که ما ایره به نکاح میتیم آیا رضایت جانبین در بین شامل است یا نیست. البته چند روز قبل یک فتوا را ما به نشر رساندم. او فتوای دارالعلوم پاکستان از بینوریت آن این فتوا صادر شده بود. البته در او فتوایی بود که باید رضایت دختر مهم است، ضروری است. باید که از رضایت دختر شرط است که باید راضی باشه. باید کسی را سوال کرده بود که آیا اگر پدر و مادر به یک کسی دختر به شوهر میتن و این دختر در حالی که ناراض است اما خانواده خوب است، جوانی خوب است، خانواده دیندار است. ببینید دوستا، در اینجا من یک سخن اشاره میکنم، اون طرف با شما مطلبی خود را بگیرین و یا که از جواب خود را بگیرین. اوی است که یکی موضوع رضایت است نسبت به اینکه که یک دختر چون نکاح میکنه زندگی خود فیصله کلی شده میکنه، به یک الفاظ از او نکاح از او بسته میشه که من قبول دارم. به می الفاظ که میگه قبول دارم، بس او نکاح بسته میشه به یک الفاظ. یا که از بجای خود وکیل میگیره، وکیل از طرف از او که اجازه کلی می داشته باشه که او میگه که بله من میره به نکاح اسلامی و بدله اینقدر مهر بیره به نکاح دادم و تسلیمش نمودم. لیکن شرط است که باید او راضی باشه، از دل راضی باشه. اگر سوالی برادری که از ما کردن یا خواستن که در این باره خدا بفهمانند، اوی است که باز هم که از رضای دختر شرط است، البته در اینجا مصلحت است، چون الله کریم که است برای پدر و مادر، برای کلانی دختر که اولیایش است، این موضوع را مربوط به اینها داده است. این را کلانشان بلکه سربرایشان که از این چی کنه؟ فیصله شه بکنه. البته خوب و خراب از این که دیده میشه پدرای مهربان هستن، مادری مهربان هستن، کاکای مهربان هستن، برادری کلانی مهربان هستن. اینها که از مهربانی خدا، چون ترس خدا و که از خوف خدا، خوف روز قیامت در دلشان است، اینا فیصله میکنن، دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه.
البته هیچ شکل مشکلی نیست که در اینجا اگر دختر نیونستان میکنه، اینها به نسبت از اینکه اونها خانواده خوب است، مردمی خوب است، جوانی خوب است، دیندار است، اخلاقدار است، همه خوبیات در وجود است، اما دختر به سبب جهالت خود، به سبب نافهمی خود نیونستان میکنه. اینا که از اینجا حق اولیاست که باید جای خوب برشان انتخاب بکنن. اما اگر اینجا که شرطی است که اگر دختر میدونه که در اینجا مشکل ایجاد داره، اگر پدر مادر به خاطر پول، به خاطر پیسه، به خاطر دارایی، به خاطر نفس خودشون اگر اینجا اجبار میکنه، اجبار شریعت جایز نمیده. آمدیم در موضوع سیومش. سیوم موضوعی است که بری از کسایی که البته نامزد میشن در دوران نامزدیشان، اینها سالها به عقد نکاح میمانن، در حالات نامزدی به سر میرن. جوان میبینی که در ایران میگرده، جوان میبینی که در ترکیه میگرده، جوان میبینی که در یک ملک آلمانی میگرده، در یک ملک دیگر سفر کرده، در اونجا که در کاروبار دنیای خود مشغول است. اما از این طرف از کسی که منتظر از او است، یک خانمی که منتظر از او است، در خانه است، پشت پرده است، و درس و تدریس خود مشغول است، اینها منتظر است که فردا شوهر ما میاد با من نکاح میکنه و من خانه خود میبره. اما از طرف مقابل و جوانی که در ملکای غربی است یا در ملک خارجی هستن، در اونجا که از نه به اولگیری میکنه، نه به یکی از خبرگیری میکنه، نه به یکی از مصرف رایی میکنه، نه از یکی از احوال میکنه، نه اخلاق خوب میکنن. بعد از انسان ها اخلاق زشت و بد دارن. البته و به این نسبت که اینها وقتی که در ملکای بیرون میره، میر و محبت فامیل، میر و محبت خانواده از پیش از این دور میشه، چون او با مو حالت و با مو کیفیتی که در خارج زندگی کرده است، در اونجا که سالها عمر برده، در اونجا سالها عمری خود سپری کرده، حالی در حالتی گرفتار است که حتی محبتی که در دلش نسبت به خانواده و فامیل خودش است، در او هم تغییر تبدیلی آمدگی است. در این باره بسیار دقت شود. اگر ما از او خانواده‌ای که به این شکل مشکلات دچار هستند، پدر هستند، مادر هستند، خواهر هستند، برادر هستند، کاکا هستند، هر کسی که از با اونها را برشان عرض میکنم که وقتی این رقم کدام قضیه‌ای براتون پیش میشه، به این رقم موضوع دچار میشین، شما باید درباره از این جلوگیری بکنین. البته او را که در مقابل کسایی که اولیایش هستن، او را که سرش فشار بلقیشون بشینین، مصلحت بکن، اولاد خود عمرش ضایع نکنین، چون این یک انسان از حق داره، آرزوی عوض داره. چقدر خانم هایی هستن که اونها وقتی که نامزد میشن، همین رقم نامزدهاشون به خاطر از اینکه پول و پیسه ندارن، دارایی ندارن، چون این هم موضوع همی است که از سبب بلند بودن مهریه و مصارف عروسی که بیشتر میشه، اینها مجبور هستن به ملکا برن و بعضیاشون برمیگردن، بعضیاشون با او اخلاق خوبی خود برمیگردن، بعضیاشون در اونجا تبدیل و تغییر میخورن و بعضیاشون در اونجا رفته که در اونجا مانده. حتی ما یک قضیه را هم خبر داریم که در اونجا رفتن، نامزدی که در اینجا داشت، باز بعد از 7 سال بعد ایره دوباره چی کرد؟ ایره طلاق شرایی کرد. بعد از 7 سال بعد به خط رای کرد که ایره جواب شد، چون مجبوری بود، آمده نمیتونه، در اونجا اقامه گرفته، در اونجا زندگی. این مستند این واقع در پیش روی است، مستند سخن است که من خودم ایره خبر دارم. کسی که در این موضوع این رقم قضیه سرش شده، من خودم خبر دارم، حتی که ما رو میشناسمش. این رقم یک ظلمی است که 7 سال، 8 سال، 10 سال یک دختر خانم به نکاح یک جوان میسته و بعد از 10 سال بعد او در حالی که پایش بسته و نمیتونه دیگر جای خانه خود جور کنه، خانه خود آباد کنه، به این رقم مشکلات منتظر است که شوهر من میاد با من نکاح میکنه و ما به خانه خود، در حالی که رقم مشکلات ها پیدا میشه. این کلش به سبب ازی است که وقتی که ما میبینیم که 1 سال نتیجه گپ نبرآمد، کم از کم 1 سال 6 ماه منتظر استادن خوب است، اما میبینیم که نتیجه کار نیست، نتیجه سخن نیست، از بجای از اینکه قریبی هم از دیگه دوری آمده است، باید اولیای خانواده که از دختر است، از پسر است، اینها درباره از فکرمند شوند. و کسایی که اولادشون در خارج هستند و این یکی از بچه‌شون بر کسی اولاد کسی نامزد هستن، چرا درباره از فکر نمیکنین؟ چرا درباره از فکرمند نیستین؟ درباره از تشویش نمیکنین؟ چرا رفتشتر راه مصلحت در نظر نمیگیرین؟ چقدر سخنایی است. این موضوع دلخراشی است که در افغانستان ما رایج است. امیر رقم در خانواده اکثر در منطقه هستند. ما از چندین جای خبر شدیم، چندین جای برای ما احوال است، چندین مردم از این مسئله پرسان کردند. یعنی ما رقم مشکلات دچار هستیم. درباره از کمی که توجه بکنیم، کمی فکر بکنیم که روز پیش پروردگار کریم استاد شدنی هستیم، جوابی سخنا را دادنی هستیم. ما حتما پیش پروردگار کریم استاد میشیم. الله کریم از باره از این رقم حالات بری از ما شما پرسان میکنیم که بالا یک اولاد خود ظلم کردیم، ایره که از جاتی کردیم، در حقش که از
ظلم شده، حتی ما از او که دفاع هم نکنیم. چرا دفاع نکنیم؟ باید ما اگر 1 سال تیر میشه باید بشینیم، دو فامیلی که از اولیای دو جانبه است با هم بشینیم، مصلحت ببینیم، بشینیم درباره از صحبت بکنیم. چرا که از اولاد ما 1 سال نامزاد مونده روی به عقد نکاح نرسیدیم؟ چرا اولاد شما که دیر میکنن؟ و خود ما اصلا فکرمند باشیم که اولاد ما در 1 سال 2 سال به طرف خانه برنگشتن، آیا او دوجه کس بند نمانه سبب یک مشکلات دیگر نشه یا بندی نشه یا اموجه کس کدام مشکل دیگر، یک اولادی کسی را که ما به نکاح از او گرفتیم بسته کردیم و منتظرش هست، باید درباره از او فکر کنیم در حق از او زیادتی نشه. آیا ما ایره معلومات بگیریم، ما ایره پرسپال بکنیم که آیا در حق از او کدام زیادتی خود نشده. ما از او که از بریم احوال پرسی کنیم، احوال گیری کنیم، آیا بر ضرورت شما، بر ضرورت های شما ما رسیدگی کرده میتونیم یا ما رسیدگی کرده تانستیم یا نتونستیم، از او یک پرسان خوب بکنیم دیگه. به این خاطر در این باره کمی توجه داشته باشیم که اگر روز قیامت نزد الله تعالی که از ما مسئول و ذمه دار هستیم، کسایی که کلانی بچه دار هستیم، کلانی دختر هستیم، ما از اولاد خود خبرگیری بکنیم و کم از کم دفاع از حقشون بکنیم. و چهارم چیزی که امروز در جامعه ما نسبت به گفتم این کلی موضوع یک موضوع است، کلیش اما شاخه هایش مختلف است. موضوع چهارمی است که درباره حجاب و پرده در بازارها برای دختر خانم ها بسیار ضروری است که در این باره کمی دقت بکنن. کمی که دقت بکنن. حجابی که امروز جور شده، حجابی که جور شده به رنگ زرد، به رنگ سرخ، به رنگ بانجانی، به رنگ کبود، به رنگ سبز، قسم قسم رنگ ها هستند. وقتی که در بازار میبینی به رنگ لباس حجاب جور شدگی است، به رنگ لباس حجاب جور شدگی است. در این باره فکر بکن. این رنگا را آیا شریعت اجازه میده؟ آیا او لباس خوانده میشه یا حجاب خوانده میشه؟ اول خو امیر ابو بفهمیم که حجاب چی را میگه. حجاب میگه پوششه. حجاب میگه پوششه. پوشش چی را میگه؟ پوشش آن چیزی که الله کریم دیدنش برای نامحرم حرام کرده، ما باید او را بپوشانیم. دست ما البته جایز است، دست اگر معلوم شه. او را هم در حیا، اگر در حیا بگیریم باید او هم دستکش داشته باشه. اما ایسه حیا که آمد یک درجه فرایض است، یک درجه حیا است. هر دوی از این جدا هستند. یکی مسئله فتوا می باشه، یکی مسئله تقوا می باشه. مسئله فتوا مو است که درجه انتهای شریعت یک چیز در مجبوریت اجازه میده، لیکن تقوا او است که از او درجه بالاتر می باشه. اینجا همین رقم است. یکی درجه فتوا است که دست و چشم اگر دیده شه مشکل نداره، پای اگر دیده شه مشکل نداره، لیکن تقوایی است. اگر ما شما در بازارها میگردیم میبینیم یگان وقت متوجه شده باشیم، ببینیم که یگان خانم ها دستکش و جراب حتی چشم در چشم خود آینک مانده یا جالی تا کرده است. حالا اینها هم چشم خود میتونه که نشان بده، لیکن چرا جالی تا کرده یا عینک سیاه مانده یا دستکش بشه یا جراب؟ چرا که در اینها حیاشون بیشتر هستن. اگر ما اینو توجه بکنیم حیا از نو بهتر است. حیا که از این یک چیزی است که انسان در مقابل نامحرم بالکل میپوشونه. این میگه پوشش حجاب. و حجاب از حجابی که میکنن، حجاب که است یک لباس نمی باشه، یک لباسی است که در جسم بالای لباس می باشه که لباسی اصلی خانم ها را پت میکنن و در بالای او لباس یک چادری کلانی دیگر می باشه که پیشبند می باشه. پیشبند هم میفهمین دیگه شما. پیشبند طوری است که انسان جسمش از کالا بالکل جدا میگیره. این پیشبند هم تو آزاد می باشه، تنگ و چسب و نازک نمی باشه. حجابایی که هستن، حجابا طوری است که به شکل لباس دوخته شده، گلها داده میشه، در او که از نقشه ها انداخته میشه، رنگش که از دو رنگه می باشه، آستینش یک رنگ، کالایش دیگر رنگ. قسم قسم حجابایی است که اصلا به نام حجاب شناخته نمیشه، به نام لباس شناخته میشه. این توجه بکنید. برای هر کدامتون ضروریه که درباره توجه بکنید. اگر خدایی نکرده به این رقمالات انسان از دنیا بره پیش پروردگار چی جواب میدیم؟ به این رقمالات بریم چی جواب داریم پیش پروردگار؟ درباره حجاب خود سخت غفلت کردیم. از این بعد تا هنوز اگر نشینیده بدی، ندانسته بدی، خبر نداشتی، حالی که پیغام الله برات رسید، پیغام رسول الله برات رسید، وقتی که حجاب براتون تعریف کردم، حجاب چی را میگه؟ پوشش میگه. پوشش چی را میگه؟ آنچه که در مقابل نامحرم حرام است باید دور بپوشانی. و درجه تقوا کدام بده؟ تا اینکه دست و پای و چشمتان پت بکنی. این درجه انتهای حیا است. درباره یک زن چقدر که با حیا بدی، اما قدر که نزد مردم با عزت هستی، اما قدر نزد رسول الله با عزت هستی، اما قدر نزد الله با عزت هستی. و چقدر که الله برای تو عزت نصیب میکنه، او به توجه و کوشش و توجه خودت هست. چقدر که تو حجاب قائم کردی، اما قدر نزد الله تعالی عزتت قائم میشه، اما قابلیت قائم میشه، اما قدر حرمتت بلند میره. کلام مقام و
کدام مرتبه‌ای که برای خانم ها الله تعالی نصیب کرده است او را الله تعالی به سبب حجابش نصیب میکنه. کلانترین چیز در زن ها در خانم ها دو چیز است. یک حجابش است که پوشش کامل داشته باشه، دوم اطاعت شوهرش است. این دو چیز اگر در خانم موجود است، حیا، اطاعت، بس جنتی بودن از این واجب است، حتما به جنت میره. اگر دو چیز به خانم یکیش از یکیش نیست بازم 50% ناقص است. اگر این دو چیز هر دو چیز نبود 100% ناقص عمل و ایمان است. این دو چیز برای دختر خانم ها لازمی و ضروری است: حجاب، حیا، تقوا، پرده. دوم چیزی که ضروری است، لازمی است، او چی است؟ او اطاعت شوهرش است. اگر این دو چیز برای یک خانم نصیب شده، بس این خانم در دنیا رفته به یک از ملاقات بکنه اینا جنتی هستن. حتما در این زمانه اگر این دو صفات به یک خانم هست اینا جنتی هستن، جنت با اینا واجب است. پس به این خاطر این چهارم مرحله بود. پنجم مرحله چی است برای دختر خانم ها؟ که انتهای کوشش بکنیم که ما پیش خود موبایل نگاه نکنیم. یکی دو مرحله و همراه این پنجم مرحله را ایسایش است. دو مرحله اگر ما از خانه بیرون میبریم بدون محرم بیرون نبریم، بدون محرم بیرون نبریم، این را شریعت جایز نمیده. البته شریعت در یک موضوعاتی که بسیار اجازه مجبوری داده است، او در حالی است که یک دختر خانم عروسی کرده، بیوه شده، در خانهش محرم شرعی نداره یا شوهرش فوت کرد، حالی در خانه تنها است، اولادای خود داره، در این اثنا اگر یک خانم میره در بازار به همراه حجاب و پرده خود، حتی که دکانداری میکنه، کاروبار میکنه، برای خود نفقه حلال پیدا میکنه، البته این شریعت جایز داده است به این اندازه. لیکن به این اندازه که یک خانمی که در روز 3 بار در بازار بره، نه محرم قیش است، نه اولاد قیش است، نه برادر قیش است، نه شوهر قیش است، نه پدر قیش است، روز 3 بار 4 بار چکر در بازار بره، به خاطر یک انگشتر 6 بار بره، به خاطر یک لباس 7 بار بره، به خاطر یک گوشواره صاحب 10 بار بره، این رقم اجازه را شریعت برای هیچ خانمی نداده، برای هیچ دختر خانمی نداده. این رقم رفتن در بازارها بالکل نادرست و ناجایز است که البته از این رقم رفتن ها صدها مصیبت دیگه برشان پیدا میشه، صدها بدنامی های دیگه در جامعه پیدا میشه. برای خاطر کوشش بکنیم که آنچه که در وسع من میتونستم که براتون همین پیغام خیرخواهانه مشفقانه این را براتون برسانم، ما براتون رساندم. الله رب العزت که از توفیق عمل برای کل ما نصیب بکنه. در روی زمین چقدر مسلمان اهل اسلام خانم ها هستن، اگر پیغام ما برشان میرسه و چقدر که میتونی سخن ما را به دیگران برسان، تا اینکه همه مردم سخن ما را بشنوه. چقدر خانم ها هستن، چقدر برادرها هستن این پیغام در خانه هایشان برده در هر خانواده باید در فامیلای خود نشان بدن و این را بشنوانه و این سخن ما را بشنوید. حتما ان شاء الله براتون یک تغییرات، یک تبدیلی پیدا میشه، چون که دنیا جای عمل است. این حساب و کتاب نیست که الله کریم بار از هر بندش بیاد در دنیا حسابی بگیره. این کل حساب و کتاب بعد از مرگ شروع میشه و ابتداش وقتی جان کندن شروع میشه و در قبر که از انسان مانده شد سوال قبر بر انسان آسان میشه اگر انسان مطابق حکم الله و طریق پیامبر زندگی کرده و که در روز قیامت معامله از با پروردگارش خیلی آسان و حساب و کتاب ساده میشه، بالکل با آسانی حساب و کتاب میشه و انسان الله رب العزت زیر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم جای میده، زیر سایه عرش خود جای میده، ایفل صراط برق و تیر کنه، این به جنت داخل کنه، اعلی درجه مقامی آرامش آسایش برش نصیب میکنه. هیچ غمی از دنیا، این تکلیفی از دنیا یادش نمیمونه، همه غم ها، همه مشکلات ها فراموش میشه، فقط الله وقت کامیابی های همیشگی را برش نصیب میکنه. اینمی دنیا جای تغییر امور روزد و نشوه خدای نکرده به خاطر 2 روز دنیا، یک 2 دقیقه دنیا، تمام 100 سال عمر ما 2.5 دقیقه آخرت است. به خاطر 2.5 دقیقه عمر خود نشه که زندگی ابدی خدا، جنت ابدی خدا دست بدیم و جهنمی که یک شعله آتش از او اگر یک یعنی مقدار اندازه ناخون اگر آتش از او به دنیا بیاد تمام دنیا را از بین میبره. بسیار خطرناک جای که یک دندانی جهنمی به اندازه کوه احد بزرگ می باشه، به اندازه کوه کلان می باشه. اینقدر جسم کلان رفته انسان به جهنم بسوزه، طاقت ازیر تا به ازیر هیچ کس نه. اگر میخواین امتحان بکنین یک دانه گوگل را گرفته به دستتون در داده بچسبونید ببینید که طاقت یک گوگل را دارین یا ندارین. اگر ندارین باید توبه بکنین. این رقم زندگی که الله و رسول منع کرده و دو زندگی که به حیایی است، دو زندگی که به حرمتی در قرآن و حدیث است، دو زندگی که نافرمانی پدر و شوهر و اولاد و برادر است، این رقم خیانت در حق پدر و شوهر برادر اولاد است. این که زندگی را ترک بکنیم و این زندگی بکنیم نزد کل محبوب و محرم جور شیم، نزد کل که از بهترین انسان جور شیم. بس به این خاطر این کلیپ مختصر به خاطر دختر خانم هایی که است اینها در
اهل اسلام هستند و در زیر چتر اسلام زندگی میکنند و برایشان مختصر یک دعوت، یک سخنی عاجزانه عرض کردم که سخنی مرا الله تعالی که این سخنی مرا گوش هر خانم ها برسه که سخنی مرا شنیده برایش فایده آخرت و فایده دینی هم شود. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.